اگر میخوای حسابداری رو بلد باشی، اول باید ماهیت حساب‌ها رو یاد بگیری. بیا تا بهت بگم. دارایی‌ها ماهیتشون بدهکاره. هزینه ماهیتش بدهکاره. درآمد ماهیتش بستانکاره. بدهی ماهیتش بستانکاره. سرمایه هم بستانکار هستش. دارایی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی رو که شما داری. بدهی یعنی چی؟ یعنی بابتش باید یک نوع پرداختی انجام بدی به دیگران. سرمایه همون آورده شماست. درآمد چیه؟ درآمد میشه اون خدمت یا کالایی که شما میفروشی و بابتش پول به دست میاری. هزینه چیه؟ یه سری پرداختی رو باید انجام بدی که این درآمده به وجود بیاد. درآمد و هزینه جزء حساب‌های موقت هستند. دارایی، بدهی و سرمایه حساب‌های دائم ما. چه اتفاقی میخوره؟ آخر سال اینها ماندهشون انتقال پیدا میکنه به سال بعد، ولی اینها در همون سال با حساب سود و زیان بسته میشه. وقتی که حساب‌های موقت تو با سود و زیان بستی، سود و زیانم میره تو سرمایه.